چطور فیلم و سریالا رو توی کانال تلگرام بدون نیاز به دانلود کردن به صورت آنلاین همراه با زیرنویس چسبیده نگاه کنید. لطفاً با ما تا آخر همراه باشید تا بهتون بگم. خیلی خوش اومدید. بدون معطلی بریم که بهتون یاد بدم. اول که خب از قسمت شورت ویدیوها میتونید اون ویدیویی که میخواید، مثلا این من برمیدارم اینو و این قسمت تو قسمت کپشن اینجا من یه لینک براتون گذاشتم. شما این لینک رو کپی میکنید، قسمت پیست میزنید و ازتون میخواد که وارد تلگرامتون بشید و به راحتی شما منتقل میشید به همون ویدیو و میتونید بزنید و راحت فیلم رو به صورت آنلاین با زیرنویس چسبیده ببینید. برای گوشی هم بریم بهتون توضیح بدم. شما برای اینکه بتونید فیلم یا سریال رو توی تلگرام به صورت آنلاین تماشا کنید نمیتونید با گوشی مستقیم کار رو بکنید. بخاطر همین باید وارد گوگل بشید و تلگرام وب رو سرچ کنید. از این قسمت کد به همون تلگرام گوشیتون میاد. و میتونید این قسمت فیلم یا سریال رو به صورت آنلاین نگاه کنید. Vous avez jamais contrôlé ses messages sur son téléphone? دیدید که زیرنویسش هم همراهش بود و همه فیلم و سریال کانال تلگرام رو میتونید اینجا به صورت آنلاین نگاه کنید. موفق باشید.